این بنده خدا گوشیاشو همه رو خفت کردن و خیر گرفتن. واسه ما چه زده که برفتی که شکایت کنه، رفتی دم اردوگاه گردنه که ماجز کنه، از اونجا ما خفت کرد مامور خود ایران پول ما هم گرفته. 25 میلیون پول نبوده، 20 میلیون طلا داشتیم گرفته بوده. گوشی 3 تا گوشی از ما گرفته، کل وسیله ما لخت کرده. الکی گفت بریم پایین دم اردوگاه. میره بازور گرفته. بازور از ما گرفته. کلاهبرداری زیاده. کلاهبرداری الکی ما میبرد دم اردوگاه شما تحویل میدم. پس کجا پول ما گرفت گوشی ما 5 میلیون. چرا چی میگه چرا گرفته؟ بابا رفتیم اونجا گفت میرفتیم ما خودمون ثبت نام کرده بودیم 5 روز دیگه وقت داشتیم که بریم، گفتیم زودتر ما بریم به افغانستان. رفتیم گردنه که از اونجا ما خودمون بریم قرطه بدیم به مامور از اینجا سر کوچه بیام بغل دم اردوگاه بیام مارس اینجا کوچه بیدر چاقو بریم از همون قسمت مکمل مستقیم دیگه چاقو گرفته گردنش گفته زنگ داد کلانتری برفتیم کلانتری شکایت کنیم. کلانتری هم زنگ داد بچه‌ها گفت برای اینا رو زندانی کن. رد نمرد. چند روز زندانی بودین؟ ما 4 روز میشه زندانی بودین؟ آره. با فامیل تنها بودین؟ منم با پسرمو. فامیل کجاست؟ الان اون رفته دنبال چیز 16 ساله رفته بود نمیدونم بهش کمک داری ببره اصلا کسی از ما نمیپرسه به خدا انسان هستی یا نیستی. یارو زورگیری یعنی تا دلت بخواد از زورگیری میکنه، اصلا نمیگه آقا انسانت یا نیستی. این مردم ایران است یا مامورین ایران است؟ مامورین ایران. مردم ایران خودش مامورش هر کی یه کار قلابی هم شاید در بیاره میگه من مامور ایرانم. یارو چیزی هم بگه زنگ میزنه کلانتر میگه افغانی اومده به ناموسم فلان کرده. فوش ناموس میدن، اصلا فوش بد میدن، اصلا باور آدم نمیشه اینا اصلا ایرانی ام کافرن. اصلا جمهوری اسلامی نباید بگی. جمهوری اسلامی اصلا